بسیاری از مخاطبین متون عرفانی و اشعار عرفانی معتقدند که عرفا اصلا کار عرفان شادی و طرب و رقص و غم و اندوه جایگاهی در این عرصه ندارد. حالا با توجه به مطالعاتی که شما در اشعار مولانا داشتید خواستم در این مورد صحبت کنیم. عطار و سعدی و حافظ به یک طرف، مولانا به یک طرف در متون و اشعار عرفانی، حالا هم در فیه مافیه هم در مثنوی معنوی. آیا واقعا میشه به این بسنده کرد که فقط دستاورد عرفان و دستاورد متون عرفانی فقط شادیه و هیچ نوع حزنی در اون راه نداره؟ بله، در واقع به این معنا نیست که اولیای خدا، دوستان خدا به کل غمگین نمیشن، بلکه با ما تفاوت داره غمهایشون. در واقع اونها مثل ما نیستن برای مادیات قصه بخورن، بیشتر فکرشون فکر معنوی هست، در راستای معنویات خوشحال و غمگین میشن. همونطور که در مورد اویس قرن مردم میگفتن که یکی از یارا و اصحاب پیامبر بودن، ایشون میگفتن ایشون دیوان است. چرا؟ به خاطر اینکه هر موقع مردم گریه میکنن او میخنده و هر موقع مردم میخندن و جشن و شادی دارن ایشون گریه میکنه. در واقع اون حالاتی که اینها دارن با انسان عادی متفاوته. در مورد مولانا هم خیلی فکر میکنن که اعتقاد دارن که در مکتب مولانا غم جایی نداره. بله، در کلیت این هست که گفته میشه که نباید غم بخوریم و به این اشعاری و ابیات استناد میکنن، مثل این که بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرن در شکرن در شکرن در شکرم. یا اینکه جای دیگه میفرماید قصه در آن دل بود که از هوس او تهی است، غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، بندم لب گویمت خواجه شکرخوار نیست. میگه قصه در دلی هست که جای خداوند توی اون دل نباشه، غمم جایی میره که یاد خداوند نباشه. بله، یاد خداوند باعث میشه که تسکین دردا باشه و غم از بین بره، اما نه باز به این معنا که هیچ وقت اولیا ناراحت نمیشن. جاهای دیگه هست که مولانا میفرماید که ماییم آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. جا اشاره میکنه، میگه من در کنج غم هستم. پس حالات متفاوت هست، هم غمگین میشه انسان هم شاد میشه. حتی کسی هم که به خدا وصله، تصور کنید فقط فرق داره. ممکنه من مثلا به خاطر از دست دادن مثلا مال دنیا غمگین میشم، اون نه، اون به خاطری که مثلا میبینه که دین دچار زوال شده، دین داره از بین میره، انسان‌ها در خسران هستن، این چیزها رو که میبینه غمگین میشه طبیعتاً. چطور میشه که یه انسانی که دلش پاکه، روحیه لطیف الهی درش حلول کرده، وقتی ظلم و ستم رو ببینه، مظلومی رو ببینه، ناراحت نشه؟ گاهن شخصیتی از حضرت علی میسازن به حالت بتوار، یا از همون مولانا مثلا داستانی که میگن عقیل اومد پیش حضرت علی و گفت که از مال بیت المال به من بده. حضرت علی حالا میله داغ رو نزدیک دستش کرد، گفت حرارت این رو ببین. و حالا همه میدونیم داستانش رو که گفت من نمیتونم، تو نمیتونی این حرارت رو تحمل کنی، من چطور حرارت جهنم رو تحمل کنم؟ طوری اینو بیان میکنن که انگار حضرت علی خیلی خوش، خیلی خشن اون رو رد کرد. و من واقعا به این اعتقاد ندارم. 100% حضرت علی به عنوان یک انسان ناراحت میشه وقتی میبینه به برادر کور خودش نمیتونه اونجا کمک بکنه، به خاطری که مال بیت الماله. و این نیست که ما بگیم اونا هیچ ناراحتی براشون پیش نمیاد. و بعضا مولانا بیان کرده که غم به وجود داره، برای همه میاد و حتی دلیلش هم خیلی وقتا گفته. میگم غمی که برای دنیا نباشه و چیزای بیهوده نباشه. میگه هر زمان گوید به گوشم بخت نو،
هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا کت از چشم بدان پنهان کنم. تلخ گردانم ز غمها خوی تو، تا بگردد چشم بد از روی تو. میگه یه زمانهایی خدا غم به ما میده، ما رو ناراحت میکنه، میگه نذار این غم خیلی به درونت رسوخ کنه، نذار طولانی بشه. اما این غم و گریه از غم هم گاهی نیازه برای اینکه چشم بد و حسود از تو دور بشه. وقتی مثلا به صورتی که یه نفر نگاه بکنه ببینه یه نفر غمگینه در حال اشک ریختنه، خب حتما اون حالت حسادت از بین میره دیگه. موقعی که آدم حسادت میکنه به شادی دیگران باشه، حال خوبشون داره. و اینجا میگه خدای وقتای عمدن ما رو ناراحت و غمگین میکنه که اون چشم بد رو از ما دور کنه. یکی از حکمت‌هایی هست که در مورد غمگین شدن انسان ها هست. در مورد اشک هم همینطوره. مثلا بعضیا میگن که در عرفان ما اشک نداریم، ما گریه نداریم. اتفاقا خیلی از اولیا و دوستان خدا به این چیز کردن که به این نکته خیلی تاکید کردن که یکی از حالات دریافت انرژی از خدا اشکه، اما نه اون اشکی که از غم باشه. وقتی به اعتقاد بنده، این از خودم از حالا، وقتی انسان میخنده خداوند به جسمش برکت میده، چون خنده به هر حال توی جوان موندن و خیلی چیزهای جسمی موثره و حتی ظاهر قضیه و روحی. اما اشکی که از غم نباشه، از فراق یار باشه، از دوست داشتن یار باشه، اون اشک به روح آدم نشاط میبخشه و خدا انگار اون لحظه به روح ما نظر میکنه در واقع. و هر دو احتیاجه. بعضیا اشتباه میگیرن، ما وقتی در عرفان اشکی میریزیم به عنوان عزاداری نیست برای شخصی یا که از ناراحتی های دنیایی نیست، به خاطر مغروض بودن ما نیست، نه، به خاطر حالیه که حال خیلی خوشه. چطور وقتی به یه نفر مثلا جایزه اسکار میدن اشک از چشمش میاد؟ آیا او کسی که روی سنه و بعد از این همه زحمت داره به اون نتیجه عملش میرسه ناراحته و گریه از غم میکنه؟ نه. ولی منتها چون خیلی زیاد شده این بحث که اکثرا گریه از غمه، به این شکل بهش نگاه میکنن و این مقایسه اصلا خوبی نیست. یه قسمتی هم داره مولانا که میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است. و البته این شعر منسوب و مال مولانا نیست، ولی خب بله، درد بی دردی علاجش آتش است. اون در مورد درد بله میگه، در مورد صبر میگه. یعنی منظور اگر منسوب مولانا هست، منظور شاعر اینه که به حال برای مرد یعنی روندی راه، یعنی سالک نه جنسیت. فکر میکنم منظور شاعر این باشه که باید دردی داشته باشه که بتونه این راه رو خوب بپیمانه. بله. دلی که آسایش داشته باشه، غم و اندوهی نداشته باشه، ترحم در حق دیگران نداشته باشه و شفقت نداشته باشه، همزاد پنداری نداشته باشه، چطوری میتونه راه سلوک طی کنه؟ مسلماً با درد دیگری دردناک میشه، با شادی دیگری شادمان میشه. بله. به قول مولانا میگه که 100,000 امتحان است ای پسر، هر که گوید من شدم سرهنگ در. گر نبودی امتحان هر بدی، هر مخنث در وغا رستم بودی. بله، این در مورد مشکلات زندگی است و یه سری امتحانایی که خدا بر سر راه ما قرار میده که بعضا باعث درد و رنج هم میشه. مسئله اینه که ما در عرفان خیلی مسائل هست ساده است و در این حال پیچیده. هدف بنده از این عرایض این بود که مخاطبین عزیزی که مثلا به این اعتراض کنن که چرا مثلا در شعرها بعضی وقتا گریه وجود داره، مثلا این توضیح براشون باشه که این گریه غم نیست، گریه شادیه، گریه نشاط روحه. و این مورد و دومی که خیلی به گوشم میخوره، همه میگن یه بتی از مولانا میسازن که
انگار هیچ وقت ناراحت نمیشه. به نظر من اگر همچین شخصیتی وجود داشته باشه اصلا از لحاظ روانی مشکل داره. اصلا انسان نیست، ملائکه است. بله انسان نیست. و به قول یک فردی بود، حالا اسمش یادم میاد، میگفت از مردی که گریه نمیکنه بترسید، که این چون یک احساسات همه انسان هاست، تو وجود همه انسان ها هست. همونطور که خنده است، گریه هم جایی لازمه. از لحاظ علمی هم حتی ثابت شده که حتی برای چشم کمش به اندازش مفید، زیادش نه، هر چیزی خب به اندازش. و اینکه ما میگیم هر چیز، خیلی از چیزها مثل یک به قول معروف تیغی میمونه که بر جای خوب میشه استفاده کرد، جای بد هم میشه استفاده کرد. حالا اینم یکی از اوناست. دلیل بر بد بودن اون مسئله نیست، دلیل به اون نیت و اون غرضیه که این کار براش انجام میشه. من از یه اهل دلی شنیدم که میگفت اشک ریختن در موقع حالتهای عرفانی و حال دل خوش معنوی علتش اینه که قلب در حال صیقل شدنه. این اشکی که ریخته میشه در واقع زنگارهای قلب زدوده میشه، اما نه اشکی که از روی عزا باشه، اشکی که از روی شادی و نشاط معنویه، یک حال خوش میاد. وقتی که مولانا میگه پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ نگو، بله میگه سخن غم نگو، سخن ناراحتی برای من نگو، اما همین شمع و شکر هم گهگاه انسان رو به اشک ریختن وادار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از شوق اینکه ما چه جهانی داریم، ما چه خدایی داریم که میتونیم شکر داشته باشیم، میتونیم شمع داشته باشیم در مقابل تاریکی، شکر داشته باشیم در مقابل تلخی، زهر در مقابل شکر هست. این امکانات و نعمت‌های روحی و معنوی که خدا برای ما گذاشته، اینها طرب انگیزه. وقتی انسان میخواد شکرگزاری کنه، یه شکرگزاری توأم با اشک ریختن ممکنه به وجود بیاد. درست.